بیایم با هم دیگه چند لحظه این سایت رو کامل چک کنیم. این سایت همونجور که می‌بینید ظاهر خیلی قشنگی داره. تمام قوانین و استانداردهای UI UX رو هم رعایت کرده. حالا سوال من اینه، یه طراح سایت حرفه‌ای چقدر زمان میبره و چقدر هزینه میبره این سایت رو با همین شکل زیبا و کامل طراحی کنه؟ همونجور هم که میبینید هیچ نقصی به این سایت وارد نیست و بسیار تا بسیار شکیل، جذاب و کامل هستش. هیچ مشکل خاصی نداره و کاملا تمام قوانین UI UX رو رعایت کرده. دوستان باید بهتون بگم کل تایمی که صرف این سایت شده 30 ثانیه و کل هزینه هم که برده 0 تومان هستش. یعنی به صورت کاملا رایگان این سایت ساخته شده ولی توسط یک هوش مصنوعی. توی این ویدیوی آموزشی کامل با این ابزار هوش مصنوعی آشنا میشیم. برای استفاده از این ابزار هوش مصنوعی کافیه ما توی مرورگر خودمون Ready AI رو سرچ کنیم. فقط نکته رو در نظر داشته باشید که باید 2 تا دی داشته باشه به جای یک دونه دی. اولین سایتی که پیدا میکنه دقیقاً همون سایتی که ما دنبالشیم. Ready AI. من سایت رو باز میکنم. سایت هم فیلتر نیست خدا رو شکر. کافی اینجا رو گزینه Get Started کلیک کنیم. از ما میخواد که یک اکانت بسازیم یا اگر از قبل ساختیم وارد بشیم. من از اکانت گوگل استفاده میکنم. ثبت میکنیم. وارد قسمتی میشیم که میگه پروژت رو بساز. اول یک نام بعد بهش بدیم، بعد هم بعد اشاره کنیم که میخوایم خروجی رو به صورت HTML بگیریم، ویو یا حتی ریاکت. من همون HTML رو انتخاب میکنم. نام پروژه رو هم میذارم تست. کرییت رو میزنم. پروژه تست ما ساخته شد و اینجا کافیه درون این باکس ما با این هوش مصنوعی صحبت کنیم. صرفاً توضیحات خودمون رو بدیم که به چه سایتی نیاز داریم. اگر براتون سواله من برای این سایت چه پرامپت یا چه دستوری رو نوشتم، من فقط نوشتم یک فروشگاه کفش به صورت کاملا فارسی برام بساز. با همین کلیگویی این سایت جذاب برام ساخته و جزئیاتش رو خودش در نظر گرفته. پس اینجا چه به صورت فارسی چه به صورت انگلیسی میتونید اون سایت خودتون رو براش توصیف کنید تا همون سایت رو براتون بسازه. باز هم من ازش یه فروشگاه میخوام ولی میگم یه فروشگاه فروش مواد غذایی برام بساز، ولی به صورت کاملا فارسی و راستچین. توضیحات من کلی هستن و اون جزئیات رو بر اساس دلخواه خودش میسازه، در صورتی که میتونید جزئیات خودتون بهش بدید. همینجا یه سری پیشنهادات بهم داده که من پیشنهاداتشو قبول میکنم با یه تب زدن. و جالبیش هم اینه اگر شما بهش توضیحاتی ندید خودش بهتون پیشنهاداتی رو میده. میبینید که دوباره اومد یک سری توضیحات به توضیحات من اضافه کرد. اگر من با توضیحاتش موافقم میتونم تب رو بزنم و اضافهش بکنم. اینجا رو دقت کنید، ما میتونیم اینجا استایل بهش بدیم. بازش که بکنم میگه میخوای تم سایتت لایت باشه یا دارک. بعد بهم میگه رنگ اصلی سایتت چه رنگیه. مثلا این بار زرد رو در نظر میگیرم. کورنر رادیوس هم میشه میزان گردی که هر کدوم از گوشه ها میتونن داشته باشن. من روی اوج گردی میذارم چون طراحی رو قشنگتر میکنه. سیو رو میزنیم. و نکته دیگه اینجا میتونید این توضیحات رو به صورت صوتی بهش بدید و این قسمت هم میتونید یک عکس بهش بدید. مثلا بگین از این عکس استفاده کن یا از این عکس الهام بگیر یا مثلا این عکس لوگوی منه. با این دکمه هم سایت شما ساخته میشه. فقط اگر بخواید سایتتون به صورت معمولی باشه روی دسکتاپ بزنید، اگر هم سایتتون قرار کاملا به صورت موبایلی باشه روی موبایل بزنید. ولی 90% مواقع سایتی که برای ما میسازه کاملا ریسپانسیو و هم توی گوشی و هم توی دسکتاپ کاملا قابل مشاهده و استفاده هستن. من میذارم روی دکمه سند و همونجور که میبینید داره به من ساختار و استراکچر کلی سایت رو ارائه میده و میگه من میخوام جهت‌بندی سایت رو به صورت RTL بذارم. طراحی مینیماله با فضای سفید. رنگ اصلیم همون رنگ زردی که انتخاب کردیم و بعد شروع میکنه سکشن های سایت رو معرفی کردن. سکشن اول هدره که داخلش کامل توضیح داده میخوام چیا رو اضافه کنم. بعد دسته‌بندی محصولات، نمایش محصولات، فیلترها، جزئیات و المان‌های تعاملی. توضیحات رو میده. اگر که شما میخواین اینجا ادیت رو انجام بدید یا نکته نظری دارید که میخواین اضافه یا کم کنید کافی اینجا بنویسید و ارسال رو بزنید. اگر هم که نکته نظری ندارید کافی روی دکمه جنریت کلیک کنیم. اینجا دیگه بعد ما حدود 20 ثانیه 30 ثانیه صبر کنیم تا سایت رو برامون طراحی کنه. خیلی عالی دوستان، همونجور که می‌بینید داره قدم به قدم سایت رو طراحی میکنه بر اساس همین استراکچری که خودش ساخته و ما بهش توضیحاتی که داده بودیم. یکم دیگه بهش زمان میدیم تا سایت رو کامل کنه. خیلی عالی دوستان عزیز، ورژن اول سایت ما رو ساخت.
چقدر جذاب، چقدر کامل با رعایت تمام قوانین UI UX. هیچ موضوع مشکلی من توش نمیبینم. ببینید ورژن 1 اینجا من میتونم به صورت فول اسکرین سایت خودم رو مشاهده کنم، سایتی که برام این ابزار هوش مصنوعی در عرض چند ثانیه تولید کرد. اینجا دوستان میشه اکسپورت گرفت روی فیگما یا کریتی که در حال حاضر برای اکانت های رایگان این امکان وجود نداره، ولی میشه این سایتی که طراحی کرد و شیر کرد، ارسال کرد برای دیگران. همونجور که میبینید یک لینک کامل براش میسازه و ما میتونیم این سایت رو به هر کی که خواستیم نشون بدیم. ولی اصل کار کد این سایت هستش. کد این سایت رو میتونیم از این قسمت استخراج کنیم. روش که کلیک کنیم کد کل سایت رو در اختیار ما قرار میده به صورت کاملا رایگان. هرچند این قسمت میتونید رنگ ها رو هم عوض کنید، سیو رو بزنید و رنگ عوض میشه. مثلا من کردمش بنفش، همونجور که میدید رنگ اصلی سایت عوض شد. علاوه بر اون با این گزینه سلکت میتونید هر بخش از سایت رو که میخواین تغییر بدین یا ویرایش روش اعمال کنید رو انتخاب کنید و بعد توضیح بدید به هوش مصنوعی که میخواین این تغییر رو به چه شکل انجام بدید. یا حتی میخواین یه سکشن جدید بهش اضافه کنید، اینجا کافیه اون سکشن رو بنویسید یا یک سکشن رو میخواین حذف کنید. مثلا من میخوام بگم نظرات مشتریان رو اضافه کنم. یکم که صبر کنیم به ما یک سری توضیحات میده و بعد شروع میکنه طراحی مجدد تا اون بخش رو به سایت ما اضافه کنه. کارش رو به بهترین نحو انجام داد. چه شکلی؟ اینجا مثلا یه گزینه مشاهدات نظرات گذاشته. بازش که بکنم نظرات رو میتونم ببینم، ثبت نظر جدید رو هم میتونم انجام بدم. همونجور که می‌بینید نظر شما با موفقیت ثبت شد. مثلا اینا همش طراحی هستن. برای افزودن به سبد خریدم که بزنم میاد خود اون محصول رو کامل بهم نشون میده، تاریخ انقضا، همه نظرات، توضیحات و خود عکس و باقی موارد و همه چی به بهترین شکل برامون انجام شده. علاوه بر اون هر قسمتی هم که خواستید براتون طراحی مجدد انجام بده میتونید روش کلیک کنید. مثلا من میذارم رو بخش حساب کاربری، خودش بهم پیشنهاد میده میخوای این بخش رو کامل کنی، برات این صفحه رو بسازم، برات کد نویسیش رو انجام بدم یا نه. یه نکته خیلی مهم، با ایمیلی که وارد میشید در واقع اکانت رایگان دارید. با اون اکانت رایگان کلا 2 تا سایت میتونید طراحی کنید. دستتون توی ویرایش هم بسته هستش. تا یک حدی میتونید اون ویرایش ها رو انجام بدید. بعد از اون دیگه کردیتتون تموم میشه و یا باید ایمیلتون رو عوض کنید یا باید یکی از بسته‌های فروشی اون رو بخرید که بسته‌هاش هم کاملا به صرفه هستن. الان این گزینه رو من بزنم مثلا میاد برای حساب کاربری دوباره یک صفحه رو طراحی میکنه. ولی من صرفا میخوام برای مرحله آخر کد رو کپی کنم، بیام توی کد ادیتور خودم پیستش کنم، میخوام بیارمش روی سرور تا با هم دیگه چکش کنیم. میایم اینجا پیستش میکنیم و همونجور که میبینید سایت به صورت کامل در اختیار ماست و ما خیلی ساده میتونیم از این طراحی استفاده کنیم توی سایت خودمون و از این همه قدرت و سرعت لذت ببریم و ازش استفاده مفید بکنیم. در آخر از شما عزیزان ممنونم که تا به این لحظه من همراه بودید. تا ویدیوهای آموزشی آینده شما از اون رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون خوش. خدا نگهدارتون.